چرا یک هلیکوپتر میتواند در هوا معلق بماند و همچنان به جلو یا عقب حرکت کند؟ راز کار آن در سیستم توان قدرتمندش نهفته است. موتور هوا را میمکند، آن را فشرده میکند، مشتعل میسازد و سوخت را میسوزاند. گازهای داغ توربین‌ها را به حرکت در میآورند. توربین‌های جلویی کمپرسور را میچرخانند و توربین‌های عقبی نیرو را از طریق یک محور توخالی به ملخ اصلی منتقل می‌کنند. اما اگر ملخ بیش از حد سریع بچرخد چه می‌شود؟ مشکلی نیست. گیربکس سرعت را کاهش می‌دهد و آن را به میزان مناسب می‌رساند. سپس نیرو را هم به ملخ اصلی و هم به ملخ دم می‌فرستد. ملخ دم چه وظیفه‌ای دارد؟ گشتاور ناشی از ملخ اصلی را خنثی می‌کند و همچنین جهت هلیکوپتر را کنترل می‌کند. و اگر ناگهان موتور خاموش شود، جای نگرانی نیست. یک مکانیزم آزاد کننده اجازه می‌دهد ملخ همچنان با نیروی جریان هوا بچرخد. با تنظیم ملخ دم هم می‌توان هلیکوپتر را هدایت کرد. بخش جالب